یک بحث در رابطه با این فضاهای مجازی هست. متاسفانه بعض وقتها یک سری کلیپ هایی رو میبینیم که در رابطه با حضرت شیخ الاسلام و مسجد مکی مطالب توهین آمیزی بعضی از مداحان نسبت به این شخصیت بسیار بزرگ گفته می شود که به هیچ عنوان این نسبت ها لایق ایشان نیست و همچنین به مسجد مکه در دنیا می درخشه و همچنین حضرت شیخ الاسلام. ما در جواب این انسان ها این گفته امام شافعی رحمت الله علیه رو که فرمودند لکل داء یستطب به الا الحماقة اعیت من یداویها. هر بیماری دوایی داره اما حماقت هیچ گونه دوایی نداره. مثل مشهور هست اواء الکلب لا یضر الشمس و لوم الخفاش لا یضر البدر. خورشید که بیرون میاد معمولا گاهی بعض سگها او میکنن و ماه که بیرون میاد خفاش شبپره ملامت میکنه. نه ضرری به خورشید میرسه و نه هم ضرری به ماه میرسه.